روزی که حافظ از دنیا می رود، برخی مردم کوچه و بازار به فتوای مفتی شهر شیراز به خیابان می ریزند و مانع دفن جسد شاعر در مصلای شهر می شود. به این دلیل که او شرابخوار و بیدین بوده و نباید در این محل دفن شود. فرهیختگان و اندیشمندان شهر با این کار به مخالفت برمیخیزند. بعد از بگو مگو و جر و بحث زیاد، یک نفر از آن میان پیشنهاد میدهد که کتاب او را بیاورند و از آن فال بگیرند، هرچه آمد بدان عمل نماید. کتاب شعر را دست کودکی میدهند و او آن را باز میکند و این غزل نمایان میشود: ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. و از آن زمان حافظ لسان الغیب نام